ببندواری در پرداخت ترمینال ها از بهار سال روان شروع شد. حکومت دستور داد که گرفتن حق خدمت از مشتریان منع کرده شود. بعد این 4000 ترمینال پرداخت الکترونی از کار ماند. مسئولین ترمینال های اکسپرس پی میگویند حالا کارشان قانونی است، چون حالا با رضایت مشتری از حق خدمت میگیرند. برای مثال من باید برای گذراندن مبلغ با اول نخست رقم تلفنم را وارد می‌کنم و در حالت پخش کردن تگمه به پیش برای من یک رمزنه نو باز می‌شود. در اینجا با من گفته می‌شود که با شما معلوم می‌نماییم که اگر برای خدمت رسانی عاید به گذراندن مبلغ‌هایتان توسط همین ترمینال سفارش می‌دهید، پس نوبسته از اندازه مبلغ، یعنی 1 سوم، 3 سوم و یا 5 سوم و غیره، مبلغ استوار به اندازه 20 درم در اساس شرطنامه عمومی یا آفرت گرفته می شود و می توانید با متن آن اینجا شناس شوید. مالکان ترمینال اکسپرس پی میگویند بدون گرفتن حق خدمت فعالیت کردن نمیتوانند. حالا معلوم نیست که شیوه نوی کار چه پیامد برای مالکان این ترمینال ها داشته میتواند، چون وزارت عدلیه هم گفته است که هنگام قبول پرداخت در ترمینال ها نه فائز و دیگر نوع حق خدمت نباید ستانیده شود. سعدی قادرزاده رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان هم تابستان امسال گفت: همه همین سوبیکتی که پست ترمینال رو بودن ما پیش دعوتشون کردیم، باید گفتن که ما دیگه معلومات نمی، ما دیگه مبلغ نمیستونیم. بعد چند وقت دیدیم که مبلغ بوستون سر کردن. برای پیشنهاد معلومات نصحی، برای پیشنهاد معلومات نصحی ما دویم باره بعد دوباره جریمه بندی کردیم که در نتیجه زیاده از 70000 سومانی به جریمه بندی کرده شده بود. هستن با دیگر مقاماتی که خود این مسئله را مورد آموزش قرار دادن، از جانب عموم این مسئله مذکور مورد بررسی قرار داده میشه. دادستانی کل تاجیکستان در یک نامه از تمام مالکان ترمینال ها طلب کرده است که به گرفتن حق خدمت خاتمه دهند. ساکنان میگویند ترمینال ها برای پرداخت پول تلفن، پول برق و جریمه و بازرسی دولتی اتومبیل آسان بود. بعد دستور حکومت و کشمکشی های چند طرفه سرگردانی آنها زیادتر شده است که باید در 3 یا 4 اداره بروند و پول بپردازند. مثال میگم اینجا اگر نه از گرم با مثال با همون جای شرکتی هم رفتن، مثلا ما مجبورم که 3 سومن گر از خود کنم یا 4 سومن با همجا را برم.